did you know that if you put salt on top of ketchup, it makes it warm? Add some salt. Yo, that's crazy. Try it out. Put your hand, you feel it? You feel it? این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای پریشون احوالی که از ترس قیام مجبور شد به مجلسی که دست پخت خودش بود دهنه بزنه و با این روزه ها کاری کنه که نظامش بیشتر از این جر نخوره. لکن این روابط با دولت مردان بایستی هم با قانون منطبق باشه هم با شرع. هم قانونی باید باشه هم شرعی. یعنی شما سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده اینا حق شماست، بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه، اینا حق شما نیست و بعضیش حرام شرعی هم هست و جایز نیست. به وزیر انسان مثلا توهین کنه یا دشنام بده یا تهمتی بزنه، این مطلقاً جایز نیست. یک نکته این که به تجربه در طول این سالهای متمادی ثابت شده که درگیری ها و منازعات و مجادلات در صدر برای افکار عمومی مردم زیان بخش. عظما میخواست با این مجلس وضعیت نظامش رو راستوریست کنه، اما یه چنین بلایی سرش اومد. با این همه نوچه های عظما همچنان مشغول پاچگیری از شیخ بری هستند و گوششون بدهکار روزه های عظما نیست. جناب آقای رئیس، اگر آقای رئیس جمهور خودشان به مجلس تشریف نمی آورند، مجلس ایشان را احضار نماید و از ایشان توضیح بخواهد. اگر پاسخ منطقی داد به او کمک کند تا مشکلات مردم عزیز حل شود و اگر پاسخ منطقی نداشت به عدم کفایت او رأی دهد تا شخص با کفایتی سکان اجرای کشور را به دست گیرد. پاسدار عباسی هم به کمتر از استعفای شیخ بری رضایت نمیده و پشت هر تریبونی که میره یه گازی از رئیس جمهور آخوندا میگیره. دولت فعلی هم رفته همه تخم مرغاشو گذاشته توی سبد، برده مذاکره کرده با آمریکا. هی زدیم تو سرمون آقا به خدا غرب مشکل اقتصادی داره. باور کن مشکل اقتصادی ما با مذاکره حل نمیشه، داخل کشوره. الان که خراب شده میگن اختیارات که مال رئیس جمهور نیست، دست رهبریه. جانم واقعا اینجوریه؟ خب آقا استعفا بدید. یعنی چرا موندید که آبروتون بره بگن آقا وزیرا نمیتونن، رئیس جمهورا نمیتونن، نماینده مجلس نمیتونن؟ همه با هم استعفا بدید بگید دیکتاتوریه، همه چی دست رهبریه. اما اگه قرار شد به اسم اسلام تموم بشه و به اسم رهبری که داره بنده خدا کمتر از حد چیزی که تو قانون اساسی براش دیده شده تو صحنه عمل میکنه، خب بعد ما میگیم که تو جدال هستن. شما اگر راست میگید که ریاست جمهوری اختیاراتی نداره، چرا هر دفعه که میرید کنار دوباره دفعه بعد میاد یقه درانی میکنید؟ بگید آقا من از دولتم رفتم کنار، فایده نداره، نمیشه کار کرد. با این حساب دولت شیخ بری تو این دم آخری یه چنین وضعیتی داره. از اون طرف دلواپسا در فضای مجازی هم دست به کار شدن و اینجوری از شیخ بری زهر چشم میگیرن. و اکنون همان افراد بی‌کفایت که معتقد هستند ایرانی فقط میتواند آبگوشت بزباش درست کند در مسند قدرت قرار گرفته و موجب وضعیت بد اقتصادی، تورم سرسام‌آور، رشد بالای قیمت مسکن، طلا، ارز، پراید 80 میلیونی و دلار 20,000 تومانی گردیده‌اند. به این ترتیب عظما فکر میکرد که با این شیوا میتونه بحران درونی نظامش رو مهار کنه، اما اینطور که پیداست این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. ببینید کار به کجا کشیده که این جوجه بسیجی های دو پولی هم وزیر خارجه آخوندا رو دست میندازن و اینطوری اداشو در میارن.
من و سردار سلیمانی با همدیگه هر روز صبحونه میخوردیم. یه قاشق من میخوردم، یه قاشق سردار میخورد. بعضی وقتا من 2 تا قاشق میخوردم، سردار یه قاشق. بعضی وقتا من 3 قاشق میخوردم، سردار نمیخورد. میگیرم برو از خود سردار بپرس. اونهایی که با سردار سلیمانی دم خورن، اونهایی که با سید حسن نصرالله دم خورن، اونهایی که با عماد مغنیه دم خورن، اونهایی که با حزب الله لبنان دم خورن منو میشناسن، خوبم میشناسن. منتها اونایی که تو خانتومان شهید شدن بیشتر منو میشناسن. حالا خیلی نمیخوام مثلا بازش کنم. رهبر به من گفته شجاع، تو چی میگی؟ من الان شجاعم، یعنی پسر من میشه پسر شجاع، و وقتی پسر من بشه پسر شجاع یعنی پسر من میشم پدر شجاع پسری که شجاعه، یعنی در واقع پدر شد. من هیچ وقت اطلاعات داخل رو به خارج منتقل نکردم، هیچ وقت. یه بار آره با البرادعی نشستیم حرف زدیم، بونم لازم بود، میخواست حسن روحانی رای و مثلا اصلا هیچ وقت من اطلاعات داخل رو به بیرون ندادم. خیلی یکم نهایتا اینقدر. موتور ولایت از درون داغون شده و داره از هم میپکه. اینجاست که معلوم میشه حتی تو درون باند عظما هم وضعیت قمر در عقربه و ریزش داره بیداد میکنه، به طوری که این حجت الاسلام تربچه هم مجبور به اعتراف شده. مصلحت نظام بالاتر از هر حکم شرعی. دیدی نمیفهمیم؟ ولی اون بالایی که نشسته وظیفه داره درست اسلامو پیاده کنه. آقا محبوبیت آقا افت کرده، بله افت کرده. آقا چیکار کنیم؟ محبوبیت امیرالمومنین هم افت کرده. مگه اینا بنده محبوبیتشونه؟ امروز رهبر معظم انقلاب در این فضا و این چالش قرار میگیره که خودی‌ها که باید برن تصمیمات پیچیده حکیمانه‌شو خوب تبیین کنن، خودشون شدن احساس تکلیفی که بگن آقا این که معلوم بود اشتباه بود، اون که فلان بود. این فتنه آخر الزمان است که فرموده بود فتنه اکبر در راهه، این که خوبان ریزش بکنن خدایی نکرده. عظما دنبال این بود که دولت جوان حزب اللهی درست کنه و یه موقعیت باثبات از خودش نشون بده، اما یه چنین وضعیتی در انتظارشه. اپیدمی ترس از قیام این روزها همه مهرهای رژیم را به لرزش انداخته و کار به جایی رسیده که خود شیخ وری هم مجبور شده به این ترس اعتراف کنه. راحت ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل، دیگه از این راحت تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن، دیگه این راحت ترین کاری است که میشه کرد. مشنگستان این هفته رو با یک راه حل تاریخی از رئیس جمهور مشنگ نظام شروع میکنیم که تمام دانشمندای جهان رو انگشت به دهن گذاشته. راه حل اینه، هرچه آلودگی رو بیشتر میکنه اون ما باید یک کاری بکنیم و آلودگی کم بشه، حالا هر راهی داره. آخوندا این روزا تو تلویزیون و رسانه هاشون برای مردم نسخه قناعت و صرفه جویی میپیچن. این که ما باید یک منبع انرژی رو به آیندگانمون تحویل بدیم بر ما تکلیفی رو روشن کرده که از همین منابع انرژی هم حفظ و حراست بکنیم. اما این روزها علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، توجه به صرفه جویی در مصرف برق هم اهمیت داره. یعنی انگار ارکان وزارت نیرو دست به دست هم دادن، در یک همدلی و وحدت قرار هست من و شما رو هوشیارتر کنن که هم در مصرف آب و هم در مصرف برق صرفه جویی کنیم. بله، صرفه جویی سهم مردمه، اما به خودشون و آقازاده هاشون که میرسه فقط برای پنجشنبه و جمعهشون میرن باستی هیلز تا تعطیلات رو در ویلاهای 400 میلیارد تومانی بگذرونن. این الان مثلا چند متره؟ این ظاهراً 3000 متر خلاف داشته، با اون چیز میشه تقریبا چیزی نزدیک 6000 متر. 6000 متر که 3000 مترش خلاف بده. میگفتم اینجا چکی میخرم، مثلا میپسنده میگه آقا 200 یا 300 یا 400 میلیارد. 400 میلیارد تومان فقط برای پنجشنبه جمعهشه. بله دیگه. این عددی که یعنی اینکه حالا خونه اصلیش چقدره، ماشیناش، بچه‌هاش
و باقی قضایی‌ها رو خودتون یه ضرب و جمع کنید ببینید چی. حالا نوبتی هم که باشه میرسیم به بزرگترین چالش آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم. بله، این شما و این درخواست آخوندهای مشنگ از پلیس اینترپل. قاتلان شهید سلیمانی تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار می گیرند. فرمانده پلیس بین الملل نیروی انتظامی گفت با توجه به مدارک و مستندات مقامات قضایی و به استناد دستورالعمل‌ها و قوانین سازمان اینترپل از اینترپل خواسته ایم تعقیب 36 متهم ترور شهید سلیمانی را در دستور کار بگذارد. اون چه که دیدید نمایش اقتدار عظما در سطح بین المللی بود. حالا ببینید در داخل و برای روحیه دادن به بسیجی‌های وارفته چی کار کردن. این نکوداشت دختران مکتب سلیمانی در تجلیل از مقام دختر و فرزندان شهدا. اسمش همایش دختران مکتب سلیمانیه، اما سخنرانش این قول بیابونی پشمالوه. دشمن همونطور که جسم اینها رو نشانه گرفته بود امروز راهشون هم نشانه گرفته. تصور نکنیم که رها شده، نه، دشمن همچنان در تعقیب خط شهداست. بنابراین باید تلاش کنیم انشاءالله در مقابل دشمن صد قوی پولادین رو ایجاد بکنیم و اونها رو به اصطلاح مثل گذشته از این سرزمین فکری و ذهنی هم بیرون کنیم. این نماینده رژیم هم جلسه سازمان ملل رو با بیت عظما اشتباه گرفت و عکس پاسدار ترکیده رو گذاشت کنار دستش، اما پلیس امنیت سالن زد تو پرش و اینجوری بساطش رو به هم زد. long list of cruel hostility against the Iranian nation dating back to 1953 coup repeated during Saddam's aggressive war, including by providing chemical weapons to that regime and which continues up to now. وضعیت عظما تو این روزا یه چیزی تو این مایه است. یعنی نه تنها دراز به دراز افتاده، بلکه کسی رو نداره که جنازش رو جابجا کنه و مجبور خودش دست به کار بشه. بعد از اعتراف عظما به شکست در مقابله با کرونا، مجریای تیوی ریش مأمور شدن که از مردم طلبکاری کنن و آخوندهای جانی رو در ببرن. یه نمونهش این شلغم نیمپزه که به سنگ پای قزوین گفته زکی. یکی به خودمون تسلیت میگم به خاطر این همه بی‌توجهی. بعد بابا ما که بوق کرنای ادعا همون گوش عالمو کرکری در همین حوزه از عهده قضیه برنامه. ما مردم اصلا ربطی به دولت و حاکمیت این قصه نداره. ما مردم ماسک که دیگه به من مربوطه، دولت بیاد ماسک بزنه رو صورت من، دولت بیاد دستکش دستم کنه، الان بگو دولت تأمین کنه، اصلا ماسک نمیخواد، بابا زحمت بکش دستمال ببند دور صورتت. مجریای تیوی ریش هم با هم مسابقه وقاحت گذاشتن و در روزایی که قیمت دلار به دلیل سیاست‌های ضد مردمی رژیم بالا میره، این مجری پرروی تیوی ریش تقصیر رو به گردن مردم میندازه و اینجوری برای آخوندا خوش رقصی میکنه. اینا میدونید اینا دارن میرن، فکر نکنید برای مثلا کمک به آتش نشانی، نه، دارن میرن برای خرید دلار 22000 تومانی. یعنی تنها کشوری، تنها جایی در دنیا که دلار میره بالا مردم هجوم میارن همه ایرانه. بعد میخواین دلار نشه 23 تومان، نشه 24 تومان، نشه 25 تومان، خب هجوم میارید دیگه. وقتی گرون میشه هجوم میاد. اصلا آدمای عجیبی هستن ها. واسه چی الان ما این هم مثلا میگیم آقا جان نخرید، این دلاره میتونه تعدیل شه با نخریدن من و شما، میتونه تعدیل شه. بعد هجوم اینجوری بدو در پایان توجه شما رو به یه شیرینکاری جالب از این کودکان با نمک جلب می‌کنید که در نوع خودش بی‌نظیره.